10 تا از قوانین بسکتبال. به کانال تاپ 10 پرشین خوش اومدید. امیدوارم تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. خوش اومدیم به کانال تاپ 10 پرشین. اولین قانون: بازی به 4 کوارتر 12 دقیقه‌ای تقسیم می شود که بین کوارتر دوم و سوم 15 دقیقه فاصله بین نیمه هستش. هر بازیکن در زمین بدون توجه به موقعیتی که بازی می کند تابع قوانین یکسان است. 2. هر تیم می تواند در هر زمان حداکثر 5 بازیکن در زمین داشته باشد. تعویض بازیکنان هر چند بار که مربی بخواهد در بازی انجام گرفته می شود. 3. تیم مهاجم باید توپ را به سمت زمین حریف پیش ببرد. هنگامی که از خط نیمه زمین عبور کرد، صاحب توپ دیگر نمیتواند به زمین خود بازگردد تا زمانی که پاس دهد یا پرتاب حلقه انجام دهد. در غیر این صورت داور مالکیت توپ را به تیم مقابل میدهد. 4. توپ را فقط میتوان با دریبل زدن، ضربه زدن به توپ با یک دست به سمت زمین یا پاس دادن به بازیکنان دیگر جابجا کرد. هنگامی که یک بازیکن دو دست خود را روی توپ میگذارد، بدون احتساب گرفتن توپ دیگر نمیتواند دریبل بزند. هر تیم 24 ثانیه فرصت دارد تا به سمت سبد شلیک کند. 1 ساعت شات در بالای حلقه بسکتبال در هر طرف زمین نصب شده است. زمان مالکیت توپ توسط یک تیم را محاسبه و شمارش را معکوس می کند. اگر زمان تمام شود، تیم مقابل توپ را از دست می دهد و به تیم دفاعی تبدیل می شود. ولی اگر توپ را به سمت سبد پرتاب بکند و گل نشود، دوباره 24 ثانیه وقت دارد تا مالک توپ باشد. 6. فرصت برای شوت زدن دوباره به سمت سبد حریف برای 24 ثانیه دیگر محاسبه می شود. 7. تیمی که سعی در به ثمر رساندن یک گل درون سبد دارد حمله نامیده می شود و تیمی که سعی می کند از گلزنی آنها جلوگیری کند دفاع نامیده می شود. دفاع باید تمام تلاش خود را بکند تا با مهارت ضربه یا جلوگیری از پرتاب توپ مانع از گلزنی شود. 8. پس از پرتاب موفق که در سبد وارد شد، توپ به تیم حریف داده می شود. پس از اینکه تیم مهاجم یک توپ را درون سبد به ثمر رساند، تیمی که گل خورده است مالکیت توپ را دریافت می‌کند. یعنی یکی از بازیکنان همان تیم باید از قسمتی مشخص در حاشیه زمین توپ را به داخل پرتاب بکند و 5 ثانیه فرصت دارد تا توپ را به همتیمی خود پاس دهد. در غیر این صورت مالکیت توپ به تیم حریف واگذار می شود. 10 و رسیدیم به آخریش. خطاهای انجام شده در طول بازی انباشته می شود و پس از رسیدن به یک عدد مشخص در نهایت به عنوان یک پرتاب آزاد نشان داده می شود. یک پرتاب آزاد شامل یک بازیکن از تیم تهاجمی بازیکن خطا شده می شود تا بدون دخالت حریف از خط پرتاب آزاد شوت بزند. تعداد پرتاب‌های آزاد بستگی به جایی که خطا انجام شده است دارد. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و لایک و سابسکرایب یادتون نره. از ما حمایت بکنین تا به اون بالا ها رسیم. دوستتون دارم خیلی زیاد. تا دیداری بعد. بدرود.